سلیمان علیه السلام یک ملک داده شدن که تا قیامت کسی از آن ملک داده نمیشود به برکت دعایشان که وهب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، برای من ملک ده که به یگان کس دیگر نداده باشی. واقعا اون ملکی که الله تعالی به سلیمان علیه السلام داد، حالا همین میثاقی که امروز ما استفاده میبریم همون میثاق زمان سلیمان میگن مفسرین کرام. با ایشان جنها، شمال، پرنده ها، حیوان ها در اطاعت ایشان بود. ملکشان نهایت با قوت بود. وقتی که به ملکه سبا مکتوب کردن که واتونی مسلمین، به نزد من مسلمان شده تسلیم شده بیایید و الا سرزمین شما رو خراب میکنم. ملکه به راه برآمد از یمن و ایشان در قدس هستند. تقریبا 2 ماه راه هست میگن، چون 2000 کیلومتر است. یعنی راهی سواره بود در اون وقت ها، راهی سواره با اسب یا شتر. بله. وقتی که ملکه به راه برآمد به سلیمان علیه السلام خبر به واسطه پرنده ها آمد. هود در قرآن آمده در سوره نمل. بعد حضرت سلیمان در سوره سبا نیز به فکرم در سوره نمل، بله سبا هم در حق یمنی ها و سبعی ها آمده است، لیکن این در سوره نمل است. حضرت سلیمان علیه السلام درباره تحت پادشاهی ملکه خبر یافتند. هود آمده گفت که ولها عرش عظیم، این زن صاحب عرش بزرگ است. الله تعالی در قرآن خودش را صاحب عرش بزرگ گفته است و همین زن را هم صاحب عرش بزرگ گفته است. سبحان الله. حتی سلیمان علیه السلام با وجود بزرگی مملکتشان همین قدر عرش نداشت، یعنی تحت پادشاهی. چون که بعضی آدم‌ها شاید بای باشد ولی کرسی که میشیند عادی تر است، به کرسی اهمیت دادگی نیست. مثلا بعد ولها عرش عظیم، و صاحب عرش عظیم هست گفت، بزرگ. عرشش برش 20 متر، درازیش 40 متر و یک دام برش 12 متر. یک خانه سر آشیانه یک دام 12 متر است، یعنی بری تحت همین پادشاهیش 20 متر بود است. درازیش 40 متر، قدش هم بلندیش 40 متر. شما تصور کنید این اینو اول بیاید چیز کنیم، این از در خود قرآن آمده است یا اینکه مفسرها اینا گفتن؟ مفسرها بیان کردن از اقوال بنی اسرائیل. پیامبر صلی الله علیه و آله که حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، شما از قصه های بنی اسرائیل گفتن گریت هیچ گپی ندارد گفتن، مادامی که به شریعت ما زید نبیاید. در اصول فقه قاعده است که شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یخالف شرعنا، شرع آنهایی که پیش از ما بودن شریعت آنها به ما شریعت است مادامی که مخالفت نکنه. بله. و ببینید شما عرش 40 متر قدش، حاضر یک دامی مثلا 12 آشیانگه میشد. تصور کنید عرشش چقدر بزرگ است. یعنی اون کرسی که میشیند برآمده در بالاش و همش عبارت از طلا و بعضی پایهای و اطرافیانش با نقره و با دیگر سنگهای قیمت بها آرا داده شده است. وقتی که سلیمان علیه السلام درباره همون تحت پادشاهی شنیدن، گفتن که من یأتینی بعرشها، که همون عرشش به نزد من گرامی بیفتن به کارمندای خود. جین ها در خدمت بود؟ نه همه اینجا جین های هم بوده. انسان قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یک جن افریت نه نام نه، این افریت صفت هست، یعنی جنی نهایت با قوتی پرنشاد، یعنی بردمی نهایت بردم با قوت. انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، من همون عرش گرام میبینم پیش از اون که از جات خیزی. تصور کنید یعنی از مسافه 2000 کیلومتر حاضر مثلا از همه پرقوت ترین کشوری دنیا از 2000 کیلومتر در چند دقیقه یا ساعت گرام بیاد یک عرش 40 متر را 40 به 40 20 در همین زمان با هواپیماها و با تکنولوژی پیشرفته. گفت که من تا مدتی که شما از جایتان برمیخیزید میبیارم. بعد حضرت سلیمان علیه السلام اینقدر معقول نشد این پیشنهاد. یعنی
یعنی این با کارمندانشان پیشنهاد کردن که کی میبیارد؟ گفت که من میبیارم. مدتش همین که تا حجات خستنه. یعنی همین کمی که به سلیمان علیه السلام بسیاری کرد. از این هم تیزتر باید که آورده قال شود. الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. گفت آنی که در نزد او علمی از کتاب بود. این آدم بود، این جن نبود، اینش دویمش. این علمی اسم الله الاعظم را میدانست. گفت که من میبیارم پیش از آن که میجه تو به خودش برگردد. یعنی میجه زده کشودانه، در همین یک میجه زدن میبیارم. و به سخنی اون عفریت اگر نظر کنیم، او گفت که من پیش از آن که شما از جایتون میخیزید میبیارم. گفت تو در دوام سخنش گفت که و اینی علیه لقوی امین، و من به همین کار قوی. یعنی او علیم نگفت مانند حضرت یوسف، دانشمند نگفت، تو قوی گفت، چون که این هنر این. در همین هنر من با قوت، یعنی متخصصی درجه عالی. قوی امین، امانت نگهدار در راه، یعنی اون تیلوی نمیدوزد. اگه اونجا کم نکرده میبرد. یعنی من همین چیز پرسیدنی بودم، شما اینجا همین دو صفت، یعنی همین دو صفت جین به سلیمان علیه السلام همچون دلیل ذکر کرد که من قوی هستم و امانت نگهدار هستم. اون مانند به سخنهای یوسف علیه السلام، یعنی وی هم همین چیز در نظر داشت. سلیمان علیه السلام ببینید در اینجا یک نقطه دیگر است. اون جین که در مدتی درازتر میبیارم گفت قبول نکردن. این سه قبول کردن که در یک میجه زدن میبیارد. و این یگان افسانه نیست، مرحمت به قرآن برگردن، خاصتا آنهایی که هوادارانی ترجمه های قرآن هستند برگردن. خلاصه حضرت سلیمان علیه السلام دو کارگر است، به یک وظیفه باید تعیین کنند. اگر کارگری درجه پایانتر مانند، اگر کار به صفت عالی نمیشد. از نگاه شریعت اگر دو آدم باشد به یک وظیفه، یکیش بهاش 100 است، یکیش 95 است. اگر شما 95 به وظیفه مانید، سزاوار نمانده خیانت کردید. یعنی شما اگر راهبر باشید به همین وظیفه باید متخصص ترین آدم کی باشد همون مانند نکار. اگر از وی پایانتر مانید به الله، به رسولش، به مسلمانان خیانت کردگی حساب میشد. برای چی؟ این پیشروی پیش میگیرد. چون که ما کادری متخصصی درجه عالی را به وظیفه نماندیم در این صورت. بنابراین ملک سلیمان علیه السلام تا حاضر یعنی همچون ضرب المثل استفاده میشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز در مسجد نبوی وقتی نماز بود کمتر حرکت ها کردن، حرکت های بیرون از نماز. صحابه پرسیدن که یا رسول الله ما شما دیدیم که کمتر حرکت هایی کردید که عادتا در داخل نماز چنین حرکت نمی کردید. گفتند به نزدم ابلیس آمد، شیطان. او را از زبانش قپیدم حتی دستام تر شد. گفتم خواستم که به ستون مسجد نبوی بندم تا اینکه کودکان مدینه آمده با این ابلیس بازی کنند، یعنی او را تحقیر کنند. لیکن سخنی برادرم سلیمان علیه السلام به خاطرم آمد. و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، برای من یه ملک ده که بعدی من به یگان کس نداده باشی. از جمله ملک سلیمان این جن و دیوها مسخر به ایشان بود، در اطاعت ایشان بود، در خدمتشان بود.